زانو در بیاری یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میدونی چرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. ها؟ بابا با هم بگی بایی خود نزده با کاری مالا خود بزنه با کشه تش بریدو تف شده بس زودی بیا زودی بوی بچه آخه مصاحبه نوه شده. چی شده؟ جدی میگم نوه دار شده. شما که ازدواج کرده بودی؟ شوهر داری؟ نه خالی؟ چی؟ نه اینا بچه های گیاهام هست. جون بچه‌م میگیرم یا برفت من میگم بره تو یا حسین یا برفت یا حسین با کو اینو درد دارم تو پیره نمیبسی یا برفت محمد یا حضرتم یواش جون بچت یواش یالا شما کار انجام بده یا حسین یا حسین بسا یا بلسا پترو منداز عجب فیلمیه یواش کارش هم میکنیم نمی عروسکی تکون نمیخوره نه عادی آخه طبیعیه طبیعت یعنی چی طبیعیه؟ من شما رو مگه آفساید حسین کعبی نبود الان دقیقه 87 چند تا خط دیگه هم بود که مثلا شما ببخشید در بیاریم من باهاتون با هم بشینیم یه کارشناس بی‌طرف شما سه تا پسر با ادبیه کلا به من احترام میده من دارم و خیلی پسر خوبیه ولی خدایی که من دوست دارم باش ازدواج کنم دوست دارم اونم دوست داره؟ نه نمیدونم ولی کلا باید دو طرفه باشه دیگه. آره باید دو طرفه باشه باید ببینی اونم دوستت داره یا نه. آره شاید بولده هرچی پسر با ادبیه کلا میگه باز پسر با ادبیه باز اصلا خیلی پسر با ادبیه من خدا انقدر پسر با ادب دور خودم ندیدم واقعا ندیدم حتی بابک هم انقدر با ادبه واقعا هر دوتاشون با ادبه خب بالاخره کدومو میخوای انتخاب کنی؟ نمیدونم خب فکراتو بکنی دیگه. حالا شاید به نظر من اصلا سامی خودش دوست دختر داشته باشه. آره خب اگه داشته باشه چی؟ من دیدم بغلش کرده دوست دختر داره. جدی داره؟ جانم برم خب اگه داشته باشه دیگه تو میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم واقعا چه نمیدونم چی جوری باش ازدواج کنم. شاید اون اصلا قصد ازدواج نداشته باشه. آره میدونم قصد ازدواج نمیدونم
داشته باشه نشته باشه. در صورت باید با من ازدواج زور کنه. که نیست که. آره زور نیست که ولی خیلی دوستش دارم. اونم انقدر تو رو دوست داره؟ بارلی اونم انقدر شما رو دوست داره؟ آره من مطمئنی؟ آره حالا گفت کی میاد؟ نمیدونم گفت تعطیل که نمیتونم فقط یه روز میتونم تو رو ببینم. گفت فقط یه روز تو رو میتونم ببینم و تعطیل دوست دارم همش تو رو ببینم. اون فقط یه سی بود که تو بیلیارد همو دیدیم. با کی بودی اون روز؟ هنا هم بود تو نبودی. بعدش خیلی مامی اومد چی شده بود؟ من با شما حرف زدم. بابا به من حرف زد گفت خوب شد خوشگل شد تو ولی من بکشم دست دادم. بهش بگو با من چی کار داری؟ به من چی داره؟ ها من کارم. آها کار داره شما معذرت میخوام بابا. من دارم کار میکنم. آها معذرت میخوام. من دارم بازی خب کنم. من نمیدونست من فکرم شما کاری نداری. من برای همین با شما حرف زدم. به من چی داری؟ ها من کارم آخه دارم بازی میزنم. باش شما ماتیت بزن بابا. من کارم. آره من کارم. معذرت میخوام بابا. من فکرم شما کاری نداری. من برای همین با شما حرف زدم. به من چی داری؟ ها واسه این میگیره آدم میدونی؟ میگیری من تو آریابوس میگیری منو معصوم الو فداد بشه اگه خوردن نرسی من تو میگیری منو فداد بشه. فدات شم این بیاد بیرون کی میخواد اینا رو بگیره؟ من میگیری منو نفسم الو فداد بشم. نمی در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام یه لحظه یه تصمیم بودیم ما صندلیمو درست کنیم. شما کمک کنید. با من صحبت میکنی؟ میشه من بگی این چه لباسی تنته؟ خلبانی. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه. خلبانی الان؟ بله. بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ لاستیک فروش. چه غذایی بیشتر دوست دارید؟ غذا آبگوشت. شما تا حالا پیتزا خوردی؟ بله. میگه پیتزا خوردی تا حالا؟ پیفو. انقدر چقدره؟ اینقدر. به تو دوربین ببینمش. انقدر چقدره؟ اینقدر. خیلی ما هم دیگر رو دوست داریم مگه نه؟ اینقدر. اینقدر خیلی زیاد حتی. دستنی. دستنی میگم. چی میخوام؟ چاری دریاده؟ چی؟ چاری دریاده؟ بستنی؟ داری؟ بستنی؟ چه رنگی؟ سبز. آبی. نداریم بستنی. چاری داری؟ داری؟ بخورم. میره بخورم. کجاست یعنی کجاست بستنی الان؟ دوست داری بستنی؟ آره دوست دارم. دوست داری میخوای بخوری؟ آره چقدر میخوای بخوری؟ دوتا. آها. آره تو چی بریزم برات بخوری؟ دستم نیست. تو چی بریزم با چی میخوای بخوری بستنی رو؟ دستوت. با قاشق؟ آره دوست داری بستنی آره؟ آره اگه بهت بدم تو منو دوست داری؟ آره بوسم میکنی؟ آره خوشی کنم. یه بوس برام بفرست یه بوس برام بفرست. الان بهت میدم. سلام بچه‌ها. عکس بگیریم. شبتون بخیر. آجی منه. عکس بگیر. آجی منه به فالوش کنین. شبی منه. به خوشگلی من هست. صدا چجوریه؟ نگیر.